روزنامه نیویورک تایمز یا امریکی لگور کاربدستین آگهیان دبیجن کسی دوی درخستیا القاعده دا و یگون نهبار به پیلانا دارشتنا تقین سال 1998 دجی بالیوز خانه امریکا لکینیا و بالیوز خانه امریکا لتانزانیا لمها طباخه لسردست دوسی خورن اسرائیلی و ببریارکا امریکا لإیران هاتبو کشتن. عبدالله احمد عبدالله و هروسا ناسیار بناو ابو محمد المصري دهات دیتن که او احتمال جه ریبری نهای القاعده ایمن الظواهری بگرد. راپورتا نیویورک تایمز آنی زمان که ابو محمد المصري به دست ریجا دوچک دارن لسر موتورسیکلکه لجاده که تهران لحبتی طباخه هاتبو کشتن. ایران به فرمی برسوا راپورتا نیویورک تایمز دا و پیفدار وزارت دربیا ایران سعید خطیب زاده راپورت به سیناریو که هولیود نافکرو گود ریبر القاعده لجهه که دیه هاتی کشتن. بهتره که اینایی که این این سیناریو هولیوود نویسین که ریبر دوی القاعده لمها هشت لتهران هاتو بکشتن باشتر بو وان هزرین خود دابانا ایک و جهه کشتناوی هات با بیراوان جبری بریار دابان و کشتناوی لجهران را گهان بان اب مجاره پدوی به برسوه که هجیتر نینه. چار کار به دست نهاویم برین امریکا دبیجن ابو محمد المصري لپایتخت ایران لمها طباخه هاتبو کشتن. لگور دو جوان کار به دستان امریکا زانیاری لسر جهه المصري و ناویوی نپنی اوی لوی دمی بکارت ایلان پیشکشی دزگه آگهیان اسرائیل کربو و سیخورن اسرائیل کردارا کشتنه بجه کرن. لدما دو کار به دستین دین امریکا کشتنا المصري پشراس کرن لی آگهیان زیده تر ندان. جاکانیه که اولهی افغانستان جی لمها ده گوت بو آجانس رویترز المصري اوی داخوازکری لسر لیستا اوفیسالی کولین فدرال امریکا FBI لتهران هاتبو کشتن. جوات اولهیان اجتماعی امریکا برصفا داخواز رویترز لسر راپورتا نیویورک تایمز ندا و اوفیسا سرک وزیر اسرائیل به همان آوای چه داختیانی لسر وی بویره ندان. کشتنا ابو محمد المصري در بکادیا قایم برخستیا القاعده دکبت او هیرشن 11 سپتامبر لسال 2001 دجی امریکا پکین آبون.